نام خدا خدمتتون هستیم که برای بذر گرفتن از بنفشافی خدمتتون نشون بدیم. این گیاه ما قبلا عرضم به حضور شما که بارورش کردیم و حدود 2-3 ماه طول کشید تا این بذر را به این صورت در اومده و رو خود گیاه خشک شده. حالا البته مشخص هستش که اینا کاملا رسیده. با دقت این بذرهای آماده رو از گیاه جدا می‌کنید. معمولا بنفش آفریقایی به راحتی بذر تولید نمی‌کنه و خودتون به صورت دستی باید باروری رو انجام بدید. همطور که مشاهده می‌کنید از گیاه جدا می‌کنیم بذرها رو. بعد از گرفتن اضافات اونا می‌بینید که اینجا کیسه های بذر به این صورت که بعضی از اونا کاملا خشک شده و بعضی هنوز یه مقداری نم‌دار است. با فشار دادن اونها بذرها از داخل غلاف خارج میشه، همینجوری که مشاهده می‌کنید. بذرها بسیار ریز هستند. اگر بعضی از غلاف‌ها هنوز کاملا خشک نشدن و امکان خارج کردن بذر نیست، میتونید در یه جای خنک و دور از نور مستقیم آفتاب بذارید تا اونا خشک بشن. هر کدوم از غلاف‌ها مقدار قابل توجهی بذر دارن که با توجه به ریز بودن بذرها شاید محسوس نباشه، ولی تعداد خیلی زیادی بذر داخل هر کدوم وجود داره. بعد از خارج کردن بذرها و جدا کردن اضافات اونها میتونید بذر رو در داخل یک کیسه پلاستیکی ریخته توی جای خشک و خنک نگهداری کنید و یا اینکه همون موقع از اونا برای کشت استفاده کنید. خب همینطور که مشاهده می‌فرمایید بذرها همونطور که گفتم خدمتتون خیلی ریز هستن. اینجا ببینید که یه تعدادی هنوز خشک نیستن و ما گذاشتیم خشک شد و این ماحصل اون بذرهایی، اون کیسه بذرهایی هستش که ما بعضی ازش استخراج کردیم.